27 مهر سال 79 بود که الهه به دنیا آمد. دختری که قرار بود سالها بعد روایت زندگی و مرگش قلب یه ملت رو به درد بیاره. خانواده حسین نژاد یه خانواده 5 نفره آبرومند و شریف بودن که توی اسلام شهر زندگی می‌کردن. پدرش آقا محمد اهل سراب بود و با نون حلال کارگری بچه‌هاش رو بزرگ کرده بود. الهه دختر کوچیک خانواده بود. یه دختر 24 ساله پر انرژی، مسئولیت پذیر و به شدت وابسته به خانوادش. اون یه خواهر بزرگتن به اسم زینب داشت و یه برادر 14 ساله به اسم آرش که از بدو تولد با معلولیت دست و پنجه نرم می‌کرد. الهه از اون دخترهایی نبود که بشینه و منتظر معجزه باشه. توی 20 سال اخیر که مستقل شدن دخترای ایرانی برای خانواده‌ها قابل پذیرش‌تر شده، الهه هم مسیر خودش را انتخاب کرد. اون با کلی ذوق و شوق وارد بازار کار شد و دوره‌های آرایشی را یاد گرفت. توی یه سالن زیبایی سمت شهرک غرب تهران در لاین موژه کار می‌کرد و درآمدش به ماهی 20 میلیون تومان می‌رسید. اما این پول رو فقط برای خودش نمیخواست. الهه نه تنها کمک خرج خانواده بود، بلکه برای خودش و اونا هدیه و طلا میخرید. بزرگترین انگیزه زندگی الهه برادرش آرش بود. اون همیشه توی دفترچه آرزوهاش اهدافش رو مینوشت و با تلاش بهشون میرسید. آخرین هدفش این بود که گوشی موبایلش رو ارتقا بده و آیفون بخره، اما نه برای فخر فروشی، بلکه برای اینکه بتونه از نمونه کارهاش ویدئوهای بهتری بگیره، مشتری جذب کنه و با درآمد بیشتر آرش رو بفرسته کاردرمانی تا برادرش بتونه روی پاهاش راه بره. الهه بالاخره اون گوشی رو خرید و روی ابرها بود، غافل از اینکه همین گوشی قراره بشه بهای جونش. یک شنبه 4 خرداد 1404 یک روز عادی مثل بقیه روزها شروع شد. الهه سر کار بود، اما اون روز مادرش وقت دکتر داشت و آرش توی خونه تنها میموند. مادر با الهه تماس گرفت و الهه هم با مدیریت سالن صحبت کرد تا 1 ساعت زودتر بره. ساعت 7 عصر از سالن خارج شد و خودش رو به میدون آزادی رسوند تا سوار ماشین‌های اسلام شهر بشه. توی اون شلوغی و گرما، الهه که نگران برادرش بود، صبر نکرد تا ماشین‌های خطی پر بشن. سواره سمند نقره‌ای رنگ شد که مسافرکش گذری بود. مثل خیلی از خانوم‌ها روی صندلی جلو نشست. 20 دقیقه منتظر موند تا مسافر دیگه بیاد، اما چون عجله داشت به راننده گفت: آقا حرکت کن، من کرایه بقیه رو هم حساب میکنم، فقط منو زودتر برسون. ساعت 7:04 عصر الهه توی مسیر اسلام شهر با مادر و خواهرش تماس گرفت و گفت تا 10 دقیقه دیگه میرسم خونه. اما اون 10 دقیقه هیچ وقت تموم نشد. گوشی الهه خاموش شد و دختر شاد قصه ما ناپدید شد. خانواده حسین نژاد همون شب رفتن آگاهی، اما پلیس گفت باید 48 ساعت صبر کنید. سه‌شنبه 6 خرداد گزارش مفقودی رسما ثبت شد. از اینجا به بعد فضای مجازی منفجر شد. عکس‌های الهه همه جا پخش شد. همکارهاش، دوستهاش و حتی آدم‌هایی که اصلاً اون رو نمیشناختن شروع کردن به انتشار خبر. همه منتظر یه معجزه بودن. اما یه چیز این وسط خیلی مشکوک بود. میدون آزادی پر از دوربین‌های امنیتیه، ولی پلیس و عموی الهه اعلام کردن که هیچ دوربینی لحظه سوار شدن الهه رو ثبت نکرده. پلیس گفت فقط 1 دوربین بوده که میتونسته صحنه رو ثبت کنه، اما اون هم دقیقاً همون لحظه یه چرخش مشکوک به سمت دیگه خیابون داشته. همین موضوع باعث شد شایعات سیاسی راه بیفته. چون الهه از حامیان جنبش زن زندگی آزادی بود و حجاب اجباری رو قبول نداشت، خیلی‌ها فکر می‌کردن گم شدنش کار حکومته. 11 روز بعد، یعنی 15 خرداد، خبر دستگیری قاتل و 1 ساعت بعد خبر کشف جسد منتشر شد. پلیس جسد الهه رو توی بیابون‌های اطراف جاده قم پیدا کرد. جسدی که به خاطر گرمای هوا و حمله حیوانات وحشی از دست و پاهاش چیزی جز استخون نمونده بود.
لباسهای جسد شامل یه شلوار روشن و تیشرت بود و موهای بلند مشکیش روی خاک افتاده بود. نکته دردناک اینجاست که خانواده الهه خبر مرگ دخترشون رو از رسانه‌ها شنیدن قبل از اینکه پلیس بهشون اطلاع بده تا برای شناسایی بیان. درباره محل دقیق پیدا شدن جسد الهه حسین نژاد در گزارش‌های اولیه و ثانویه پلیس و همچنین در ویدیوهای منتشر شده تناقضاتی وجود داشت که باعث سردرگمی افکار عمومی شد. پیدا کردن مکان دقیق جسد توی این پرونده مثل حل کردن یه معمای چند مجهولی بود که با تغییر مدام روایت‌ها ابهامات زیادی رو برای خانواده الهه و افکار عمومی ایجاد کرد. اولش پلیس اعلام کرد که جسد رو اطراف فرودگاه مهرآباد پیدا کرده. اما به محض اینکه ویدیوهای لحظه کشف جسد منتشر شد، مردم و تحلیلگرا با یه نگاه به جغرافیای منطقه فهمیدن که این تصاویر اصلاً با اطراف مهرآباد همخوانی نداره و اون محل در واقع نزدیکی‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد در جنوب تهران بوده. توی گزارش‌های نهایی و رسمی بالاخره مشخص شد که جسد توی بیابون‌های اطراف جاده قم رها شده بود. خود متهم هم توی اعترافاتش تایید کرد که بعد از زدن ضربات چاقو به سمت جاده قم حرکت کرده و بدن نیمه جان یا بیجان الهه رو همونجا توی بیابون رها کرده. البته طبق جزئیات پرونده در دادگاه، محل اصلی وقوع جنایت زیر پل قائمیه در حوالی اسلام شهر بوده و قاتل فقط برای مخفی کردن جسد اون رو به بیابون‌های جاده قم منتقل کرده بود. وضعیت جسد موقع پیدا شدن واقعاً ناگوار توصیف شده، طوری که به خاطر گرمای شدید هوا و حمله حیوانات وحشی توی اون منطقه بیابونی، بخش‌هایی از بدن عملاً به استخوان تبدیل شده بود. وقتی فیلم بازجویی اولیه منتشر شد، صورت متهم رو با 2 ماسک پوشونده بودن که برای مردم خیلی غیرعادی بود. قاتل کسی نبود جز بهمن فرزانه، مرد 32 ساله‌ای که به صورت غیر رسمی مسافرکشی می‌کرد. بهمن اول ادعا کرد که به خاطر پوشش و بی‌حیایی الهه باهاش درگیر شده، اما بعداً اعتراف کرد که این حرفها رو به پیشنهاد یک خبرنگار گفته تا شاید از مجازات فرار کنه. حقیقت ماجرا این بود: وقتی الهه میخواست کرایه رو کارت به کارت کنه، بهمن چشمش به گوشی آیفون الهه میخوره و طمع میکنه. گوشی رو از دستش میکشه، الهه جیغ میزنه و بهمن با چاقویی که از قبل توی ماشین داشت یه ضربه به پهلوی الهه میزنه. الهه با التماس ازش میخواد که اون رو به بیمارستان برسونه، اما بهمن از ترس اینکه گیر بیفته پشیمون میشه و 3 ضربه دیگه به قفسه سیره الهه میزنه تا کار رو تموم کنه. اون حتی گفت وقتی داشت از بیابون دور میشد صدای ناله های الهه رو میشنیده. بهمن فرزانه برخلاف ادعاهای اولیش اصلاً آدم بی سابقه‌ای نبود و کارنامه سیاهی داشت. اون به قدری خونسرد بود که بعد از قتل خیلی راحت رفت آرایشگاه، موهاش رو اصلاح کرد و بعدش هم توی قهوه خونه نشست به قلیون کشیدن. حتی برای اینکه ردیابی نشه، گوشی‌های الهه رو توی اتوبان پرت کرده بود. همسر سابقش فاش کرده که بهمن یه مرد فوق‌العاده شکاک و بددل بوده که 12 سال زندگی اون رو تباه کرده، طوری که همسرش آخر سر مجبور شد به خرم‌آباد فرار کنه. اما بهمن اونجا هم ولش نمی‌کرد و مدام تهدیدش می‌کرد. سوابق کیفری این آدم نشون میده که اون یه مجرم فراری بوده. بهمن قبلاً با پسرعموی خودش درگیر شده بود و اون رو به کما فرستاده بود. به خاطر همین هم به 3 سال تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شده بود. اما چون مدام مخفی میشد، پلیس نتونسته بود دستگیرش کنه. حتی به خانواده خودش هم رحم نمی کرد و سابقه دزدی از خونه مادرزنش رو داشت. نکته تکان دهنده اینجاست که الهه اولین قربانی اون نبود. بهمن قبلا هم زنی رو به عنوان مسافر سوار کرده بود و بلایی سرش آورده بود که اون زن برای نجات جونش خودش رو از ماشین در حال حرکت به بیرون پرت کرده بود. اون زمان بهمن توی اردبیل دستگیر و به 6 ماه حبس محکوم شد، اما با پرداخت پول تونست رضایت شاکی رو بگیره.
با وجود همه اینها، چون آخرین گواهی سوء پیشینش مال سال 1399 بود، جرایم جدیدترش توی سیستم ثبت نشده بود و اون خیلی راحت داشت تحت عنوان راننده اسنپ فعالیت می‌کرد. خلاصه سوابق بهمن فرزانه نشون میده که اون یه مجرم سابقه دار و خطرناک بود که مثل یه بمب ساعتی توی جامعه رها شده بود و قبل از الهه هم قربانی‌های دیگه‌ای رو هدف قرار داده بود. در مورد حضور این قاتل توی سامانه اسنپ و واکنش‌های این شرکت، منابع به تلاش اسنپ برای سلب مسئولیت مستقیم اشاره کردند، به طوری که این شرکت بعد از انتشار اخبار با صدور یک بیانیه رسمی تایید کرد که حادثه قتل الهه حسین نژاد هیچ ارتباطی به سفرهای ثبت شده توی اپلیکیشن نداشته. حتی پلیس و مراجع انتظامی هم این موضوع رو تایید کردند که الهه اون روز به خاطر عجله سوار یه سمند نقره‌ای مسافرکش گذری شده بود و بهمن فرزانه خارج از سیستم اسنپ اون رو سوار کرد. اگرچه بهمن فرزانه برای امرار معاش توی اسنپ فعال بود، اما موقع وقوع جرم داشت مسافر شخصی جابجا می‌کرد. نکته چالش برانگیز اینجاست که اسنپ گواهی عدم سوء پیشینه این فرد رو داشت، اما چون این گواهی مال سال 1399 بود، جرایم سنگین بعدی اون مثل درگیری با پسرعموش و فرار از تبعید توی پروندهش منعکس نشده بود. همین موضوع باعث نقد به رویه نظارتی شرکت‌هایی مثل اسنپ شد که چرا بررسی‌های دوره‌ای برای بروزرسانی وضعیت سلامت روان و کیفری راننده‌هاشون انجام نمیدن. در نهایت واکنش اسنپ یه تکذیب قاطع بود، با این استدلال که قتل توی یه سفر شخصی و غیر سیستمی رخ داده. با تمام این کش و قوس‌ها دادگاه توی تاریخ 6 مرداد برگزار شد. بهمن توی جلسه دادگاه سعی کرد با ادعای جنون و مشکلات روانی خودش رو تبرئه کنه، اما پزشک قانونی سلامت روانش رو تایید کرد و دادگاه هم ادعای وکیلش رو نپذیرفت. مادر الهه با فریادهایی که دل هر کسی رو میلرزوند فقط خواستار قصاص بود و از دختری میگفت که 12 روز زیر آفتاب بیابون مونده بود، دختری که کارگری میکرد تا خرج درمان برادرش رو در بیاره. در نهایت قاضی با توجه به اتهاماتی مثل قتل عمدی زن مسلمان، حمل سلاح سرد، مخفی کردن و تخریب جسد و از بین بردن اموال مقتول حکم قصاص رو صادر کرد. برای اینکه مانعی توی اجرای حکم نباشه، مابقی دیگه هم از طرف صندوق دولت پرداخت میشه تا این حکم بعد از تایید توی دیوان عالی توی میدان قائم اسلام شهر اجرا بشه. حکم نهایی مثل ترازویی بود که سنگینی جان الهه رو با سلب حیات از عامل جنایت برابر کرد. الهه که فقط میخواست قهرمان برادرش باشه، 16 خرداد وسط سیل جمعیت توی دارالسلام اسلام شهر به خاک سپرده شد. زندگی اون مثل یه بذر گل بود که توی سخت ترین شرایط جوونه زد تا سایبون برادرش بشه، اما یه آفت بیرحم به اسم طمع اون رو قبل از شکوفه دادن از ریشه خشک کرد. در مورد انگیزه نهایی قاتل هم روایت‌ها و لایه‌های مختلفی وجود داره که توی طول بازجویی‌ها مدام تغییر کرده.